سلام به همه. امروز میخوایم برگردیم به 25 قرن پیش، جایی که یک شاه با انسانیتش کاری کرد که هنوزم در سراسر دنیا در موردش حرف میزنن. این داستان در مورد فتح بابل توسط کوروش بزرگ هستش، ولی نه با خون و شمشیر، بلکه با هوش و مهربانی. با من باش، چون این یکی از عجیبترین و زیباترین پیروزی‌های تاریخ بشر. بخش اول: بابل، شهر غیر قابل نفوذ. 539 سال قبل از میلاد، بابل یکی از پیشرفته ترین شهرهای آن زمان بود. دیوارهایی به ارتفاع 30 متر، بسیار ضخیم. در دل شهر معابد با شکوه، باغ‌های معلق و رودخانه‌ای که از وسط بابل عبور می‌کرد. شاه بابل مردی خودخواه و بی‌توجه به مردم بود. او حتی خدای بابل، مردوک، را کنار گذاشته بود. این باعث شده بود که بسیاری از کاهنان و شهروندان از او دلخور بشوند. بخش دوم: ورود کوروش به صحنه. کوروش پادشاه ایران امپراتوری مادها و غیره را فتح کرد. او نه تنها فرمانده نظامی بی همتا بود، بلکه قلبی مهربان داشت. وقتی فهمید مردم بابل از شاه خود ناراضی‌اند، فرصتی دید برای آزاد کردنشان. اما بابل به راحتی تسلیم نمی‌شد. دیوارها بلند، دروازه ها بسته، تنها راه ورود رودخانه بود. کوروش فهمید اگر جنگی تمام عیار راه بیفته، هزاران نفر کشته می‌شوند. او تصمیم گرفت با هوش نظامی، نه با شمشیر، پیروز شود. کوروش شنید که مردم بابل به جشن سالانه مشغول خواهند شد، ساعاتی که نگهبانان هم ممکنه به خیال شوند. جا بود که نقشه جسورانه طراحی کرد. او دستور داد تا آب رودخانه فرات در بالادست منحرف شود تا آب داخل شهر پایین بیاید. شبی تاریک، سربازان ایرانی با بیل و کلنگ کانال حفره کرد و آب را به مرداب‌های افراد هدایت کرد. ساعتها بعد بستر رودخانه خشک شد و سربازان، راهی که هیچ کس فکرش را نمی کرد، وارد بابل شدند. صبح روز بعد، وقتی مردم از خواب بیدار شدند، ارتش کوروش در خیابونها بود. اما به جای صدای شمشیر و فریاد، آرامش حکم فرما بود. هیچ خانه‌ای غارت نشد و هیچ معبدی ویران نشد. کوروش اعلام کرد که آمده مردم را از ظلم نجات دهد. او می گفت خدای مردوک بابل را گرامی می دارم و معابد را بازسازی می کنم. این رفتار شگفت‌انگیز باعث شد مردم بابل او را به عنوان نجات دهنده، نه دشمن، بشناسند. یکی از اولین فرمانهای کوروش پس از فتح بابل آزادی اسیران یهودی بود که سالها در این شهر زندانی بودند. او به آنها اجازه داد که به اورشلیم برگردند و معابدشان را دوباره بسازند. این تصمیم همچنین متن و دستوراتش را لوحی به صورت گلی نوشتند، چیزی که امروز به آن منشور کوروش بزرگ می‌گویند و اولین حقوق بشر است. کوروش بزرگ بابل را فتح کرد، اما با قلبش، نه با شمشیرش. در جهانی که فرمان روایان برای قدرت همه چی را نابود می‌کردند، او ثابت کرد که می‌توان فاتح بود و در این حال مهربان. امروزه نامش نمادی از عدالت، آزادی و احترام به انسان هاست. اگر این داستان الهام بخش بود و از تاریخ لذت بردی، بلکه خود منم یکم داستان و کوتاه فرم گفتم تا ویدیو زیاد نشه. کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا داستان‌های بیشتری از تاریخ شگفت‌انگیز جهان و چیزهای دیگه‌ای رو با هم مرور کنیم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.